داستان سیمرغ افغانستان، ماشین سوپر اسپورت افغانستان که همانند سیمرغ عطار که هزاران مرغ بودن میخواستن یه نفر رو به عنوان پادشاه بین خودشون انتخاب کنند. هدهد میگه که پادشاه انتخاب شده و تو قلعه قاف قرار داره، باید بریم اونو پیدا کنیم. هزاران مرغ شروع میکنن به پرواز، 7 مرحله رو باید طی کنن. تو هر مرحله یه عده‌ای جا میزنن و ادامه نمیدن تا اینکه فقط 30 مرغ میرسن به قلعه قاف و تو اونجا آینه حقیقت رو پیدا میکنن که 30 مرغ همون 30 نفر بودن. و حالا داستان جالب ماشین سوپر اسپورت افغانستان دقیقاً از دل داریکی همچین حقیقتی رو برای ما نشون میده. و دل رو ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمرغ، پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم، یکی کنیم دلا رو، زمستونو دک کنیم، زنده کنیم بهارو، سیمرغ عطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول همه بلایی که سرتون اومده، چالشایی که داشتید، به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم. تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم. تقریبا تمام زندگی من اونجا زندگی کردم تا 26 سالگی، ولی یه روزی یه جایی پرچم کشورمو تو یه جام رمضانی دیدم و هویتم بهم برگشت. بعد از اون 5 سال تلاش کردم تا برگردم مملکت خودم و اون کاری که براش تربیت شده بودم انجام بدم. 6 ساله که افغانستانم و خوشبختانه تونستم انجام وظیفه بکنم. 32 سالم. انشالله باشیم و 40 سالگی ببینیم که چه میکنیم، چند تا محصول باید. انشالله. شاسی بلندش زیر کاره. شاسی بلندش زیر کاره، داره کلاس ای سرفیسینگ میشه، ولی برای اونم خیلی هیجان زدم. آره واقعا خیلی جالب. خیلی خوشحال شدم. ممنون از اینکه وقت بود.